شمایی که ادعا میکنی راننده‌ای، بله شما، انصافاً تا حالا چند بار شده بری حق بیمه بدی، بیمه شخص ثالثتو صادر کنی و بیمه نامتو باز کنی و اطلاعات توشو چک کنی؟ همینجوری بیمه رو میخرین، تا شده میبرین میذارین توی داشبورد، خدا نکنه اون روزی که خسارت ببین. چند نفرتون تا حالا به نماینده بیمه گفتین که پوشش مالی چقدر میخواین؟ اصلا میدونین پوشش مالی چیه؟ این پست فقط برای اطلاعات شماست در مورد پوشش مالی. لطفاً ردش نکنین و ادامه‌شو گوش بدین. شما زمانی که میرین بیمه نامه شخص ثالث میخرین، 2 تا پوشش دارین: پوشش جانی و پوشش مالی. پوشش جانی که دیه است و در موردش صحبت کردیم که خود شرکت تعیین میکنه. میمونه پوشش مالی. توجه کنین، پایین ترین نرخ پوشش مالی رو شرکت تعیین میکنه و انتخاب بالاترین یا حد میانه پوشش مالی به عهده شمای بیمه گذاره. پوشش مالی چیه؟ خسارت اموال طرف مقابل که مهمترینش ماشین طرف مقابله و مبلغ این پوشش خیلی خیلی مهمه. حداقل پوشش مالی هم که شرکت تعیین میکنه در سال 404 53 میلیون تومنه. حد اکثرش هم نصف دیه ماهای حرام که میشه تقریبا 1 میلیارد و 66 میلیون تومان. در مورد انتخاب این پوشش، من نماینده نهایت کاری که میتونم بکنم اینه که شما رو راهنمایی کنم. انتخاب نهایی این پوشش به عهده شمای بیمه گذاره. شما میدونی که ریسک چقدره، شما میدونی که با این ماشین کجا میری و چه کارهایی باش انجام میدی. بنابراین با توجه به ریسک خودت پوشش مالی تو انتخاب کن. اگه خسارت کمتر از 53 میلیون باشه لازم به کروکی افسر نیست، ولی حتما گزارش افسر رو بگیر. پوشش مالی برای 3 نفر شامل نمیشه: کسایی که گواهینامه ندارن، خسارتی که به صورت عمد وارد میشه و سومیش رو شما بگیر. مرسی از نگاهتون. اگر دوست داشتین لایک کنین، اگرم لایک نکردین بازم خوشحالم از اینکه دیدین.